در 330 پیش از میلاد در گردنه‌های کوهستانی پارس، آریوبرزن سردار دلیر هخامنشی با 25,000 پیاده نظام و 300 سوار کمین کرد. او با تاکتیکی درخشان سنگ‌های عظیم رو بر سر لشکر مقدونی غلتاند و تلفات سنگینی به اسکندر وارد و او رو مجبور به عقب نشینی کرد. اما اسکندر با کمک یک اسیر غیر ایرانی آشنا به مسیرهای کوهستانی راه مخفی به پشت سر پارسیان یافت. گروهی از مقدونیان از این مسیر یورش بردند و ایرانیان را از دو طرف محاصره کردند. آریوبرزن با شجاعتی بیمانند همراه 300 سوارش از محاصره گریخت و به سوی تخت جمشید شتافت. او و یارانش در مسیر تخت جمشید تا آخرین نفس در برابر اسکندر جنگیدند و همگی در راه دفاع از میهن جان باختند. اسکندر وارد تخت جمشید شد.